طوری باشه که دیگه آقای یوسفی میاد با خودش اتوبوسی نیاره، موقعی هم که میره با خودش نبره. توی استقلال از این سری به بعد که بگذره که الان ما چون این امکانات نداریم، اختیار دست آقای ساپینتو اینا رو بچینه، ما همین الان زیر ساختار رو تقریبا آماده کردیم، نه 100%. بله. ما باید اگر مربی ان شاءالله که آقای ساپینتو سالهای سال اینجا بمونه، تیم ما رو قهرمان ایران کنه، قهرمان لیگ برتر کنه، قهرمان جام حذفی کنه. خب این جام آزادگان خیلی جام آزادگان نه خوبه. ما از اون قدیم یادتون ما گفتیم اگر مثلا فرصتی هم شده، خب من نظر خودمه، اگر فرصتی شده ما وقت آوردیم جام آزادگان رو بریم بگیریم، ما که تصمیم داریم 3 جام بگیریم، بریم اون جام هم بگیریم. آقا جام آزادگان شما دیگه باید الان جام خلیج فارس بگیرید. جام لیگ برتر گفتم، جام حذفی گفتم، لیگ 2 آسیا رو گفتم اگر فرصت شد خب بریم یعنی یه بارم برگردید پایین دست پایین اون جام بگیریم، نه 2 تا بالا بیاد. نه اینو به عنوان مثال گفتم چون من توی کنفرانس خودم دیگه برتر گفتم لیگ آزادگان حالا اشتباه لپی بود دیگه. دارم وایرال میکنن که مثلا آقا اینجوری مثلا آقا دیگه الان اینجوریه دیگه، یه سوتی کوچیک اینا ما کارمون اینه باشیم. اگه سوتی کوچیک باشه که ماشاءالله مجری‌ها که هر روز آره میگم مثلا مال این کاره، ما خودمون مگه کم از این اتفاقات میفته.